دستکاری‌های حرکت مختلف که توسط سرعت شاترهای مختلف به دست میان میتونن حس‌های مختلفی رو از تصویر ما به مخاطبمون انتقال بدن. توی صحنه‌های اکشن ما میتونیم از سرعت شاترهای سریعتر استفاده بکنیم تا فریم‌های خودمون رو به صورت واضح ثبت کنیم و تیزی حرکت رو به مخاطبمون نشون بدیم. برای مثال استیون اسپیلبرگ توی نجات سرباز رایان میاد از این تکنیک استفاده میکنه. Saving Private Ryan was never meant to be thrilling. It was never meant to be an adventure. It was meant to be a recreation, a kind of a documentation of the closest I could get to the experiences of those who fought there. All the research that we did really brought that scene to life because it was ugly, because it was honest, and it had to be ugly because that's the way it was. یا برای مثال توی فیلم گلادیاتور باز هم از سرعت شاترهای سریع فقط برای صحنه‌های مبارزه شدید استفاده میشه. ما میتونیم توی بعضی از صحنه‌های خودمون از سرعت شاترهای کند استفاده کنیم تا یک موشن بلر غیر طبیعی رو به وجود بیاریم و یه حس سورئال و رویایی رو به مخاطبمون انتقال بدیم.